سلام به همه آنهایی که عین حال ما را تماشا دارند و موضوع نخستی برنامه ترانسفر در عملم سابق نیم حمایتگر چلسی راس بارکلی که 30 ساله نشده و فوتبال باز آزاد است به تیم لوتون تاون پیوست. موسم 22-23 بارکلی در صف نیتسا برآمد کرده در 27 بازی لیگ یکم 4 گل و 2 پرتافت گلی با آمار گرفت. این هم در حالی است که لوتون با امید ایستادن در پرمیر لیگ انگلیا و مهلتی طولانی‌تر تجربه دارترین نفران لیگ عالی انگلیسی را شامل دسته کرد. دفاعگری بروسیای دورتموند مادی کولینز باشد به صف اینتراخت از لب فرانکفورت پیوست و شرطنامه 5 ساله است. با قول دیرکتوری ورزشی بروسیا سباستیان کل کولینز خود اویدی ترک نموده دسته خواهش نموده. این هم در حالی است که بعد کسب تجربه در صف جوانان بروسیا دفاعگر 19 ساله به صف تیم اساسی اینتراخت پیوست. برای 19 ساله ها و 20 ساله ها اگر پیراهی فوتبال نو آغاز شد، اینیستا 39 ساله هم در بری جوانان است و هیچ به پیرشوی فوتبالی گپ تن نمیدهد. اینیستا این مورد به صف امیریتس از لیگ امارات متحده عرب شامل شد و شرطنامه تا آخری موسم امضا کرد. از سال 2018 باشد اینیستا در صف ویسل کوبه چمپیونات ژاپن برآمد کرده. هرچند که آوازها او را نزد مسی به اینتر میامی میبردند، ولی او خود از بودن زیر سایه مسی در پیرانسالی سایبان جوانان بودن را در ملک عربیان افضل تر دانست. پیریکاری بارسا اگر درس فوتبال در امارات می‌دهد، دستپروری ریال مادرید سرخیو آریباس به صف المریا پیوست و تا سال 29 شرطنامه نوشته کرد. موسم 22-23 آریباس در صف کاستیلیا برآمد کرده در تیم اساسی ریال تنها 2 بازی در لالیگا گذرانید. با فکرم در این 2 بازی معلوم شد دیگر نه خود را غم دهد و نه دان کارلو را و بهترش جای را برای دیگران خالی کند. دسته کمپانی به مثال پسر برای گواردیولا از شفیلد یونایتد ساندر برگ را به مهلت 4 سال آورد. با وجود این اوید ارزش گزارش نیم حمایتگر نروژی با بیورلی چیزی گفته نمی شود. و صف شفیلد باشد ساندر برگ ماهی ینوری سال 2020 بر عوض مبلغ رکوردی 22 میلیون فوند گزارش کرده. موسم قبلی نروژی 25 ساله در 37 بازی چمپیونشیپ 6 گل زد و 5 پرتافت گلی ارسالی هم دستگاه نمود. تابستان جاری بارسلونا لاپورتا بر زمین خریداری‌های 1 میلیون و 2 میلیونه و اجاره‌گیری‌های سرشمار همچنین وقت فروختن‌ها هم خوب نبود. مثلا فرانکسی به الاهلی گسیل کرده شد که در نتیجه 12.5 میلیون یورو به دست آمد. در 43 بازی نیلوناری‌ها افریقایی 3 گل، 3 پرتافت گلی و 6 کارت زرد به نامش نوشته کرد. فرانک تابستان قبلی از میلان به بارسا آمد و بعد پیروزی در چمپیونات و سوپرجام اسپانیا 1 سال نگذشته با شنیدن رحمتی کلان پول کارکنی نزد عربیان رفت. وست هم یونایتد هم از این پس آلوارز خود را دارد. بعد آنکه که نیم حمایتگر تکیه‌گاه ایاکس و منتخب مکزیک را با ارزش 40 میلیون یورو به دست آورد. ادسون آلوارز 25 ساله با همین بازیگری وست هم شده با 5 سال شرطنامه بست. آلوارز در صف ایاکس از سال 19 برآمد کرده در صف منتخب مکزیک 69 بازی گذرانیده است. این طور باشد در وست هم 70 بازی میگذراند. دسته مسی باشد با نیک مارسمن شرطنامه را قطع نمود زیرا معاش دروازه‌بان را گران ارزیابی کردند. اینتر میامی و دروازه‌بان 32 ساله با رازیگی طرفین شرطنامه را قطع کرده. این قرار البته وابسته به ارزنده نمودن دروازه‌بان در گرفتن معاشی بیشتر برآورده شد. برای دادن معاش مسی باشد در اینتر میامی تیارند که نه تنها نصف بازیگران را از دسته جواب دهند بلکه نیمی ورزشکار را هم چپه کنند. سابق دفاعگری روبینی قزان که عین حال از جانب رشید رحیموف از روبین به سنگ تبدیل یافته است، کارل استارتفلد از سلتا به سلتیک پیوست. شرطنامه دسته بینیتس با شویدی 28 ساله تا تابستان سال 27 بوده. موسم قبلی استارتفلد 37 بار در میدان بود، 3 گل و 1 پاس گلی با آمار گرفت. قهرمان فعلی ایتالیا ناپولی با ارزش 12 میلیون یورو نیم حمایتگر ریمز ینس لیوس کایوسته را شامل دسته کرد تا این موسم هم کوشش کنند خورسندی در شهر نیاپل پایبر جا باشد.
موسم 22-23 کایوسته 3 گل و 4 پرتافت گلی در 31 بازی ریمز به ثمر رسانیده. در نیاپل همه با امیدند که از آمدن این نفر هیچ کس پشیمان نخواهد شد. دروازه‌بان منتخب اوکراین آناتولی تروبین باشد به صف بنفیکا پیوست و به شرافت این سفر شختیار 10 جمعی 1 میلیون یورو و 40% مبلغ از فروش من بعد به دست می‌آورد. شرطنامه کاری دروازه‌بان 22 ساله با بنفیکا باشد تا سال 28 بوده. اگر کسی جرأت کند تروبین را بخرد باید 100 میلیون یورو به دست آورد. نرخ از ارزش گرانترین هواپیمای وران شده اوکراینی با نام مری هم گران است. روما اجازه هم از دیگران دیده از فروش یک نفر خویش به چمپیونات سعودی پول کار کرد. روژر ایبانز به الاهلی رفت و گورگون 28.5 جمعی 3 میلیون یورو و 20% مبلغ از فروش من بعد به دست آوردند. الاهلی جیده باشد با فوتبالبازی برزیلی 24 ساله شرطنامه 4 ساله بسته. روژر در صف روما از سال 2020 درآمد میکرد و با همراهی روما در لیگ کنفرانسیو هم ظفر یافت. این همه مالی تاریخ شد و اکنون برای صاحب مالی خودی شدن باید به ملک عربیان رفت. فروشکاری نوبتی فیورنتینا این روان کردن آرتور کابرال به بنفیکا بر عوض 20 جمعی 5 میلیون یورو می باشد. همچنین 5 میلیونی دیگر در شکل علاوه پولی ها بعداً پرداخت می شود. برزیلی 25 ساله باشد با عقابان شرطنامه تا سال 28 امضا نموده. خریداران باید با 100 میلیون یورو پیش عقابان روند. هیئتی دست از فلورنسیا را باشد حمله‌ور اسپتزیا بالا نزالا می باشد. همچنین فیورنتینا دروازه‌بان گرتا الیور کریستنسن را به دست آورد. کل این خریدارها از جانب بنفشرنگ‌ها انجام داده می شوند ولی که کار را هیچ کس به هیئت راه نمیدهند و باز خرسندانه به عریس روان کردند، زیرا که از دوستی بد پرهیز و از دیوار کج گریز. نفری که در 2 سال 1 گل هم نزد و 100 مرتبه دیگر به شفاخانه رفت به نظرم برای تیم ختلان هم نالزم خواهد بود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.